خواهند شد و یا باز هم قندانهای باقی مانده از چای او همان اندازه برایشان متبرک خواهد بود؟ جمله تکراری خامنه‌ای از 20 سال پیش این است: این کار را بکنید اما مردم نفهمند، آن کار را بکنید اما کسی نفهمد. و آنها که این جمله را میشنوند میدانند که همه اقتدار بیت رهبری در سایه بیخبر نگاه داشتن مردم از رازهای خصوصی زندگی آقای خامنه‌ای و رازهای پشت پرده دفتر رهبری. تا قبل از نماز جمعه یک هفته پس از انتخابات، خامنه‌ای مسئولیت هیچ چیز را بر عهده نمی‌گرفت و همه فکر می‌کردند اون نقش بالانس کننده قدرت را در بین جریانات مختلف بازی می‌کند. اما در آن نماز جمعه یکباره همه چیز برملا شد و نقش جهتدار خامنه‌ای در جریانات سیاسی و گناه او در سرکوب‌ها عیان شد. The delivery was clear, the message absolute. The election of President Mahmoud Ahmadinejad stands. The regime is trusted by the Iranian people. The issue of rivalry? Well, the elections were free and transparent. The campaigns and debates were to the point, straight, so much so that people opposed them. Iran's supreme leader Ayatollah Ali Khamenei warned the opposition to end their demonstrations, saying if the marches continue, they will be responsible for the consequences. Riots after an election are not good. It's putting the democracy under question. If they don't stop and end it, it will be their responsibility. If some are demonstrating in the streets to pressure the regime, it's wrong. مسئولان حفاظت خامنه‌ای، تیم محافظت خمینی 200 نفر بودند، اما مجموعه‌ای که از خامنه‌ای محافظت می‌کنند 10,000 نفرند. یادآور گارد جاویدان شاه که هیچگاه از آن کم نمی‌شد. در این بین 2 نفری که نقش اساسی دارند، دین شعاری و حسین جباری هستند. این 2 کسانی هستند که شبها پشت در اتاق خامنه‌ای کشیک می‌دهند و تنها کسانی هستند که حق دارند در نزدیکی خامنه‌ای مسلح باشند. آنها 30 سال است که محافظین اصلی خامنه‌ای هستند، اما مدیران تیم محافظت از خامنه‌ای در دوران مختلف اینها بودند: 1. خسروی وفا رئیس تیم جانبازان. 2. اصغرزاده نماینده مجلس. 3. متولیان از سپاه. 4. رمضانی از اطلاعات سپاه. 5. نجات از شورای امنیت. 6. چیزری در حال حاضر او مسئول محافظین است. محافظین نزدیکی که یک جمع 200 نفره هستند و از نزدیک شاهد سفرها و زندگی در کاخها هستند. هر کدام خانه‌ای دارند که حداقل 1 میلیارد تومان ارزش دارد و آنها که خامنه‌ای را با تقوا می‌دانند و خود زاهدانه زندگی می‌کنند در تیم محافظین یا حلقه اول اجازه ورود ندارند تا مبادا دچار تضاد شوند. هیچ کدام از این محافظین و فدایان هیچگاه اجازه ازدواج با دختران مسئولین رده بالا را ندارند. حتی اگر عاشق هم شوند، معمولا ازدواج‌ها در سطح فامیل‌های بزرگ سیاسی اتفاق می‌افتد یا با سنف روحانی. اما هیچگاه آنها که بوسه بر مقدم و جایپای خامنه‌ای و امثال او میزنند و از قندان متبرک شده او قند میروبایند و حاضرند خود را قربانی او و ایشان کنند، لایق این نبودند که با دختری از این بزرگان ازدواج کنند. از محافظین 500 نفر مسئول حفاظت از خانواده هستند. یک خانواده 40 نفره تحت کنترل محافظین هستند. عروس‌ها و دامادها و دختران و پسران و برادران و برادرزنها و بعضی از بچه‌های برادرها و بعضی از بچه‌های برادرزنها. انتخاب شدن در رده محافظین نیازمند عبور از 3 گزینش امنیتی است و زمان زیادی طول می‌کشد تا کسی بتواند در تیم محافظین جای بگیرد. حقوق محافظین حداقل ماهی $1000 و حداکثر ماهی $12,000 است. وقتی کسی به حلقه محافظین وارد می‌شود، به او کمک می‌شود تا در محل زندگی خود صاحب خانه‌ای باشد و همینطور از یک خانه سازمانی در محل مأموریت استفاده خواهد کرد. از این 10,000 محافظ حدود 1000 نفر آنها زن هستند و معمولاً کسی نمی‌داند آنها محافظ میباشند. ثروت خامنه‌ای در سال 60 رئیس جمهور شد. در سال 61 هدایت و سوری را مسئول فروش نفت کرد و تا سال 85 آنها را عوض نکرد. در سال 62 محسن رفیق دوست را مسئول خرید اسلحه کرد. از سال 1370 به ارزش زمین پی برد
و از طریق ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان روی زمین‌های ایران دست گذاشت. در وزارت نفت از سال 63 حسن خامنه‌ای مسئول کنترل آقایان هدایت و سوری شد. در وزارت دفاع محمدی گلپایگانی مسئول کنترل رفیق دوست و حیدری شد. در امور زمین هم آقای لولاچیان مسئول اصلی شد و بعد با خامنه‌ای فامیل شد. از سال 76 به بچه‌هایش اجازه دخالت در بیزینس را داد. از سال 84 خودش بیزینس را کنار گذاشت و از دولت مستقیم پول گرفت. همان پول‌هایی که در بودجه کشور گم می‌شود و کروبی از احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی می‌پرسید آن 1 میلیارد دلار چه شد؟ کل ثروت خامنه‌ای و خانواده‌اش 36 میلیارد دلار برآورد شده است. ثروت شخص خامنه‌ای 30 میلیارد دلار و ثروت خانواده او 6 میلیارد دلار. پول نقد 22 میلیارد دلار از 36 میلیارد دلار به شکل پول نقد در ایران بود که در زمان انتخابات به دلیل شلوغی کشور تصمیم به ارسال بخش عمده‌ای از آن به سوریه از طریق ترکیه گرفته شد. این پول در مسیر ترکیه به سوریه لو رفت و در ترکیه توقیف شد. نگرانی خامنه‌ای این بود که در صورت سقوط رژیم این پولها در ایران بماند. دولت ایران در حال تلاش برای بازپس گرفتن این مبلغ از ترکیه است. در این که پول در ترکیه توقیف شده هیچ شکی وجود ندارد. سوال این است که چرا این پول با هواپیمای مستقیم به سوریه نپریده است؟ شاید بیم آن بوده است که هواپیما و محمولش شناسایی و سرنگون شود. بقیه پول نقد 3.5 میلیارد دلار است که 1.5 میلیارد دلار به صورت الماس و 1 میلیارد دلار هم به صورت طلا و حدود 1 میلیارد به صورت اسکناس دلار است. حساب بانکی به غیر از آن 22 میلیارد دلار نقد 10 میلیارد از 36 میلیارد در حساب‌های بانکی به شرح زیر است: 1 میلیارد در روسیه، 1 میلیارد در سوریه، 1 میلیارد در چین، 1 میلیارد در ونزوئلا، 2 میلیارد در آفریقای جنوبی، 2 میلیارد در لندن، 2 میلیارد سایر کشورها. و به غیر از 22 میلیارد دلار نقد و 10 میلیارد در حساب‌های بانکی، بقیه اموال به صورت ملک و سهام به مبلغ 4 میلیارد دلار به شرح زیر است: 2 میلیارد سهام در بازارهای دنیا، 1 میلیارد در آفریقای جنوبی، 500 میلیون در سوریه و 500 میلیون سهام در ونزوئلا. 30 میلیارد ثروت خامنه‌ای از کجا آمده است؟ 12 میلیارد دلار از پورسانت فروش نفت آمده، 2 میلیارد دلار از بیزینس زمین آمده، 6 میلیارد دلار از بیزینس سلاح آمده و 10 میلیارد دلار احمدی نژاد ظرف این 4 سال پرداخته. بیزینس های مذهبی خامنه‌ای: آستان حضرت رضا در مشهد، آستان حضرت معصومه در قم، آستان شهر ری در جنوب تهران، تمام عواید ناشی از این آستانها و سرمایه‌گذاری های آنها تحت کنترل و مشارکت خامنه‌ای است. طبسی در مشهد و ری شهری و شرکای او در این 2 شهر هستند. گردانندگان اصلی در بیت رهبری شخص خامنه‌ای و پسرش مجتبی و بعد حجازی، محمدی گلپایگانی و وحید هستند. کارکنان بیت حدود 500 نفر در لایه اول و 2000 نفر در لایه دوم و 10,000 نفر در لایه سوم کار می‌کنند. در حقیقت دولت و مجلس و قوه قضاییه نیستند که کشور را اداره می‌کنند، بلکه همه چیز در کنترل بیت رهبری است. بیت رهبری دارای ساختمان‌های متعدد در سطح کشور است. بسیج در نگاه خامنه‌ای: خامنه‌ای در ابتدا مدیر کل حزب جمهوری اسلامی بود. اکنون با همان نگاه باور دارد که بسیج میتواند برای او یک حزب باشد، حزبی که در این حال یک ارتش است. انتقاد منتقدین به حزب پادگانی اشاره به همین موضوع دارد. او با پول دولت و ملت برای خود یک حزب نظامی ساخته است. بیزینس‌های مهم خامنه‌ای: واردات شکر و برنج، ماشین‌های BMW، تولید قند و شکر به نام آستان قدس رضوی، سرمایه‌گذاری در دبی، آلمان، عراق، آفریقای جنوبی، ونزوئلا، لبنان و چین. اما بیزینس‌های بزرگتر مربوط به همان نفت و گاز است و بعد خرید تسلیحات نظامی از روسیه و چین. خامنه‌ای برای اینکه بتواند بیزینس‌های خود را کنترل کند، اشخاصی را به مدت طولانی در سمت‌های ثابت نگاه می‌دارد. مثلا مجید هدایتزاده که 30 سال مسئول فروش نفت ایران بوده است. هدایتزاده در سال 1387 عوض شد چون نوریزاده نام او را لو داده بود. دیگری آقای سوری مسئول حمل و نقل نفت ایران است که 30 سال است این کار را ادامه می‌دهد. این 2 نفر را آقای خامنه‌ای از سال 61 منصوب کرده است.
یک دوره هاشمی رفسنجانی، یک دوره خاتمی و حتی یک دوره هم احمدی نژاد می‌خواستند آنها را عوض کنند، اما خامنه‌ای نپذیرفت. شکل کار این دو نفر با دفتر رهبری بدین شکل بود: هدایتزاده بشکه‌های نفت را می‌فروخت و سوری آنها را حمل می‌کرد و کمیسیون آنها به